وقتی از جغرافیای این وطن که شما خارج میشین، هیچ کسی شما را نمیگه که قوم چیست. اونمو جغرافیای به نام افغانستان خانه مشترک ماست، ما رو با مو صدا میکنه. پس جز اتحاد واقعا راهی نداریم. مسئله که گفتیم که شما به تنهایی، ببینید وقتی که من 15 اگست به پنجشیر رفتم، فکر میکنین این را درک نمیکردم. من شاگرد همین مطالعات بین الملل هستم و بالاخره یک تجربه نیم بندی در این سیاست. فکر میکنین که من نمیدونستم اروپا خسته شده، امریکا خسته شده، منطقه دید متفاوت داره، مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. اما یک مسئله است، گاهی شما نیاز دارین به خاطر چیزی که باور دارین استاد شدین. ببینین وقتی خواهرای ما امروز استاد هستن، وقتی امروز جناب دکتر سیفجه در کنار ما استاد هستن، وقتی او خواهرای ما امروز در کابل استاد میشن یا او دخترایی که در پکتیا، فکر میکنن او خطر نمیفهمن، از ما و شما 100 برابر خطر احساس میکنن.